سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو ما در چنل ما. اسم من پرامه و اینجا با رفیقم سام حضور داریم که بازی اسکیجول رو بریم. بازی یه تیکه داستانی داشت. حالا ما اون یه تیکه رد کردیم، بهتون یه توضیح کوچیک میدم بعد آشنا میشیم با آقای سام. اینجوری بوده که انگار ما یه عمویی داشتیم که این مواد فروش بوده و اینو پلیس میگیره و ما مجبوریم که ادامه کار رو ما ادامه بدیم. و الان که میبینید تو شهریم، از یه دهات معلوم نیست حالا کجا بود، وسط بیابون رسیدیم به اینجا. آقا سامراد خودتو یه ذره معرفی کن. آقا یالا سلام علیک، سامراد هستم. تازه چنل زدیم، دوتا رفیق شروع کردیم. دم دستگاه سنگینی هم نداریم ولی خب دیگه اومدیم دور هم خوش باشیم. آقا با بازی مواد فروش شروع کردیم. یه مواد فروش اسیدی وایتکسی هستیم. هر چیز انی با هم دیگه مخلوط میکنیم، میدیم به خورد مردم ببینیم طرف واکنشش چیه. یا میبینی طرف منفجر، یارو از سفید پوستی به سیاه پوستی تبدیل شد، نمیدونم طرف آمپر چسبون، طرف سوخت، نمیدونم آشپزیم دیگه، به هر حال مواد درست می‌کنه. یه بازی بریکینگ بده، همونطور که پرهام گفت از یه صحرا اومدیم. اون صحراش دوست داشتم، اون واقعا بریکینگ بد بود. بعد با ونم داریم شروع می‌کنیم، اومدیم گوشه‌های شهر داریم آشپزی می‌کنیم، میدیم به خورد مردم. یه مپ داره انگاری، یه سری مردم آره هستن. حالا من نمیدونم پرام بازی تموم کرده، میدونه دیگه، یکم قراره آره رانم کنه، ما قرار نیست اسپویل کنه. آه. اسپویل نو نو نو. نو بعد انگاری اسپویل. قراره به اینا مواد بفروشیم. این خب آره، حالا امو که بزنی گوشی میاد اوه اینجا. آپرام گوشی نوکیا داره. رئیس آیفون 18 پرو مکس، نگاه. خب ببین. آقا خب ماموریت های ما چیه؟ خب میگه که میگه برو با UN داخل یه باجه تلفن باش حرف بزن. به اینجوری میدویدن سرویس. پرهام بیا اینو بریزیم داخل چیز. دویدنش اینجوری آجی، آره من شبیه دوی. تریاکی میدوید. نگاه، نگاه رو هوا، دی 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 دین دین. میگه برو آقا تو یه باجه اینم تلفن. فهمیدیم اول بازی یه نوشته داشت انگار، اینا باچه تلفنی. نه اینا میگه نه این نیست. پرهام بعد از صحبت کنه. خب اما نگاه، اول بازی خوندم همچین چیزیه. یه در اینو باز میکنیم، آشغالا رو که میندازیم تو پول میده. یعنی گور بابا مواد فروش، فقط آشغال جمع کن. قانونی خیلی شو. بابا زهر مار دیگه، منم باید بیام جواب بدم. آره بذار بازی یکم اذیت میکنه. میگه باید بری آشغال جمع کنی، میگه چی باید جمع کنی. خب ما فرام یکم ما پول گرفت برای تو هم الان پولا اومد آره. الان نه، به تو میاد یه پولامون نیومده هر جداه. کی آره تلفن جواب دادی. خب آره میگه کالیتی استک نیر فاونتین، فانتین کالیتی کجا؟ استش نیر سنال. اصلا ماموریت ها پرام بالا نگاه کن، زاویار چیزا نشه آره شرق و غرب و فلان بسار. ببینیم چی هست. بابا چیزن اینا مواد میخوان. نه اینا باید بری چی ورداری فکر. موریجوانا ای. آه نه. حاجی موریجوانا رو با این میرم بالا. بذار ببینیم چند میخره. سلام، مواد میخوای؟ ای $3 این بود بنازم. یعنی یه روزی میشه حاجی اینا رو می بدبختا میچسبن دم شیشه آره نمایندگی مثلا بی ام و میان. منم بی ام و یه روز بخوام. من شدم اینجوری هم به جی کلاسی نگاه میکنم. سبز آقا این همه رنگ وجوده، چرا سبز لجن یشمی درک نمیکنم. اینم ورداریم. آقا پرام چیز خاصی باید برداریم. آره نگاه، من الان تا الان دوتاشو برداشتم. پول اینا همون پول برای اینی که حالا یه سری مواد پواد بخری همون اول دیگه. اه آره من هم یه 130 فوت اینم میگم که یکی داره رو هوا ATM. را میره یه دیدم پرهام میه. اینم اینم الان پشت اینجاست. بردار. یکم هم ما پول. آقا این دستگاهایی که ترش میگیرن کش میدن اینا، آشغال میندازین توی دکمه رو. ای وای، دستم خوردی شیوایی زدم. بیا اینجا بیا اینجا ببینم.
نه نه غلط کردم، بمیری بدبخت میشی. در رو وای دا فاک. بیا این بر ما بومبسته. بپر بیا سمت چیز. برو. فردا که میای مواد بخری بهت یاد میدم دیگه. ای حروم زاده انداخته دنبالم. واه زنگ زد ای پلیس. بابا یه چی ترکید. زنگ البته زد پلیس. اه. برام بود سمت من. ون الان ترکید دادش. ها چی ترکید؟ ون ترکید تو ون نه بابا الان زهرمایی که توش آشپزی باید بکنیم. نه وای همونه دیگه، همون ونه الان فکر کنم یه چیزی شد، یه صدا بوم اومد. صدا بو اومد. بوم. خب نیست اینجا. بله ونمون رو آتیش گرفته. بیا ببین. حالا بیا اینجا ریسی. ای حروم زاده چه اندونی خب آشپزی کنیم. میگه نوتو بخون. خب نشه ویلکام تو نمیدم چی پوینت دیس آر آنکل نیسون مگه نمرده اون؟ تی بی. یه گوشی در بیاریم. بابا اینو پلیس گرفت. Welcome to Highland Point. Talk to Uncle چی. I have here just some trouble. بیلر که Here's نداریم. not to time. نه اون یارو میگه عمو پیام داده. صدا چیز پلیس اومد. بابا پلیس افتاد دومم یارو زنگ زد. وای پرام چرا اینجوری میدویی؟ نگاه رو هوا قشنگ. میگه بیا تو پیفون با این عمو بنده خدا حرف بزن. یکی میگه بشه دست talk to manager in the motel office. آها حالا بذار باید گروه بریم. باش. ای اه. وای نزن. خب حالا باید موتل بریم. آفیس همین سویت میگن یا آره سویتی. نه 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 کجاست هتل؟ آج دوستم برم تو این بازی گرافیتی کار کنم. اوه اینجا هم که میای لباساتو میشوری. نه بابا من فکرم اینجا آه. مواد اینجا فکرم پولشوییه. پول نه کثیفو میشوری. نه، پول کثیف وجود نداره. یا علی آفرهام مثل جنه. ایران وطنم جان و تنم. موتل اینجاست. آره سلام کسافت. یارو خودش صاحبش کو توینه. عمو بیا بیرون. اه میگه من میخوام یه دونه. مواد میخوای؟ نه نه $75 دادم که یه بیا اصلا بیا روم یکو دادن. یالا go to the hardware store. این hardware چیه؟ store. رئیس جمهور ایناست. ساعت پرام هفته شبه. پلیس نیاد به مواد نداره. میشه حاجی قبل اینکه خراب میشه این مواد درست میکرد. حیف. کجا خب رفتی؟ هاردوار استور. عمو یالا عمو خودش فیسش یه جوری میزنه انگاری. خب میگه یه دونه گروتنت بخر $100. تو به من $100 تو واقعیت بده. میدم واتنگ. میگه آنلاین حتما باید پرداخت کنیم. ATM باز ATM کجای پرام یارو تو آخر مغازش؟ بغل وایسا. نه چی بخرم میگی یا باید بخری؟ میخری؟ میخرم. یه گروتنت بخر اما یه اولیه. گلوتنت. خب خاک بخر. یه خاک. یه یه دام آب. آب. یه قیچی. کنم آره قیچی و اینا داشت. حالا بخوای یه دونه بخر. پول ندارم. نه دارم. دیگه چی میخواد؟ نه فعلا بدبختیم چی نمیخواد. تانکس فور شیکینگ برو. اه اه داشت زیاد توجه نکن. آره ول کن. وارد جزئیات نمیشیم بهتره. اه پوست شیرت.
الله اکبر. نو 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 نو. به والله یار در خونه رو باز یارو میکنه. رفت خونش، منم داشتم میرفتم خونه خودمون بیا کو. بیا داخل خونه بیا. الان میان میگردن میگم برای چی این وسایل رو داری بیا. یه اینم چی که میخوام. برای سیو بازیه دیگه. در ببند پرده ها رو هم میکشیم دیده نشه داخل جزئیات. خب آقا چجوری چجوری بچرخونم؟ آها یوکی. این از این از او الله اکبر. این چیه؟ پوکی بچه است. این تقویتیه. الان خب چیکار کنیم؟ دونه داریم ما. برو کنار. الان باید بریم با اون عمو حرف بزنیم. خب داشت من وسایل تلفن. تو برو حرف بزن. اوکی. عمو مثلا میخواد آموزش بده. بابا الان میگه مردی یکی از رفیقام این مواد پواد میده. یه اوردر کن یه دونه اوجی کش از نمیدونم چی آلبرت فلان. میگه که send a پیامو message یه I need order to the drop. یه دام گزینه داره اونم برای اونی که مثلا اگه خریدی حالا پول ندادی و اینا میتونی برام بگی. دو تا هم من سفارش دادم. باش. دو تا اوجی کراش سی همون مورید آره. خودمونه دیگه. هی تو پیام دادی اینجا هم برای من اومد. میگه انگار من wait از for طرف the تو dead پیام. drop. در ببندی پنجره رو قفل کنی همه کار بکنی. پنجره رو بس من یه آب هم ذره نیاد تو. آشغال جمع کن. آب مایدار آشغال جمع کن. آبران آه. چجوری روی تخت یه نفره دو نفره بخوابیم نظرت؟ حرفی ندارم. زد. کی روغم جا میشیم موتورشو. یکم مهربون بخوابیم جا میشیم. آره. نگاه کن خیار رو نگاه کن داره میره میاد. من داشت استارت. $8. اوه چقدر ما. حالا یه وسیله بابا بده هست باگه. اونو بگیریم 10 تا مثلا چیزو با آشغال با هم برمیده. نه بابا آره. پیکاپ نمیکنه. دستت وسیله داری؟ نه آها دستم چیزه فکر کنم. پیکاپ نمیکنه. حالا ول کن برو باباش. اون پلیس. آها میگه برو اونا رو کالکت کن. بردار. کجاست؟ دم در خونه میندازه. کجا میندازه یارو؟ وایسا. مپه آها بریم. آره. پلیس میگیره. اشکال نداره. من سیگما بود. پرام نمیدی کجا رفتم. رفتم سپایدر من. ای بابا اینجا اسکیت میفروشه. او آره عشق آره. داداش. هر چقدر گرونتر سرعتش بیشتر. خب یارو کو هی دارم چیز میکنم نمیبینمش. بابا این پشته وایسا. خواستیم اسپویل نکنیم ولی خب. نه 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 اینجا نه اینجا. میای از اینجا باید بیای برداری برداشت. میگه برو بکار اونا رو. نه بابا من فکر کردم من مصرف کنم. ببین دیگه این دیگه شاهدونه است پرام. چیه؟ من نکشتم. بگم شد. آه یارو. وای وای شک کردم این دست من هیچی نبود. جوجوه بود. گلومسنی. زارت. آشغال بهترین شغل دنیا. آها $6 هم مفت داره. مثلا این همون وسیله‌ای که میخریدیم. چه تصویر زیبایی به به. با چه رنگی هم کشیدم. عمو خونش نیست. عمو یا خونش مغازش جالبه نیست. ها مثلا ای و دیو باید بزنید این کج بشه. همین متفاوت کرده یه بازی. یارو میگه میاد با که کله میخره. میگه اینا رو بخر آبش پلیس ریخته. سول بگ. این آشغالایی که چیزا پلیس شک کرد. برام تقویت کننده است اونا. آره
ببینم هر سه تا تقویت کننده داره، هر کدوم یه کاری انجام میدن. مثلا یه کدوم یه کاری میکنه که اونا 2 3 برابر رشد کنه، یه کدوم یه کاری میکنه که همه رو میریزم تو گلدون. اه. نه دیگه بس دیگه شورشو در نیار. سی- بابا میخوای یه دونه سیو بزن، یه دونه اسلیپ بزنیم صبح شه بریم به هاردوار استور. وایسا من بخوابم. اسلیپ. من دست نه من فقط. دوتایی دشتمون 100 تا ایکس خیلی آره. عالی. waiting for هاست. هاست. واه صبح موادامون چه صبح دلانگیزی. یه گیم هم سیو آها سیو شد. سر بزن. داره سنسیویتی خب چون تو رو موادای خوشگل من چشمانی زیبا دارن. اروشه. آها اینجا الان خب چجوری پک کنیم آقا پرهام؟ همون باید بریم پک بخریم. خب من پول دارم. بارون میاد. چه خوشگله. چه آهنگی مگه اومدیم السا اینا داریم میبینیم کارتونشون. بازی مواد فروش یا سرزمین عجایب این همچین آهنگی پلی میکنه. نه بیا بیرون نمیتونم ببین برام فضا چی جوریه. سلام دارم میبینم. آمو. میخوام یه چی ازت بخرم. میگه 10 تا باید بخری از این پکا. او آقا پرهام این داداشیمه ها. بنازم. گراویتی داداشیمه. میدون ای یه پکینگ استیج. پول بک ندارم. سیم. دیگه آقا پرهام یه $100 باید داشته باشی حاجی. من ندارم $100. $100 من در نظر. آشغال. میریم سر گزینه بعدی آشغال جمع می‌کنیم. بعد حالا یه چیزی که میخوام اسپویل کنم اینه که این یه نه نه مغازه تاکو فروشیه بابا که اسپویل نکن که کچل. اینجا یه دونه اسپویل چوب نکن که بسکتبال هست. پکینگی نداره آخه. پکینگ 100 تا استیج. ها یه دونه چوب بسکتبال هست. این برای مواقع حساس دعوا خود درگیری. پکر آها. پکر رو من خریدم دیگه نخر. پک خریدی. آره اینجا اینو نگاه این دستمو نگاه. دستم پشت کجا خریدی؟ نخریدی که. آخی خیلی شبیه خودته. ای یعنی اون منم نگاه. اون منم این توی. الله اکبر. الله اینجا اکبر. درمستان نکنم که میخندت دمش میاد. عمو مواد نمیخوای اشکال نداره بزرگ میشه یادش. بریز مایرون کنای اینترست. تلویزیون بازی با آها لکه تا حالا. اینجا آورام اینجا میتونی به این یارو آفر بدی پشتگاه که بابا گوره باباش پیدا میکنه بیا مواد پک کنیم بریم بفروشیم بابا مردی من برو بدبخت. برو بر. الان مواد این تو هست. مواد باید نه بذاری مواد این تو. بیا اینجا تو اینو بذار. بیا مواد خب تو بذار حالا خب. باید پک کنیم. به این آبیه مثلا وقتی که موستو میبری روش مینویسه که خاصیتش چیه. مثلا این آروم کننده است. یه دونه پک کنیم ببینیم نگاه اینجا میاری اینو میندازی این تو. زیپشو میبندی حالا میندازی این تو. حالا بقیهشو آقا سامراد انجام بده. اه. خب نگاه یه پک رو تا میاری. من نگاه برم یه دونه این از او اینجا پلیس پوفیدی. آخه چتر گرفته یارو دستش. بزنین چترش بیفته خیس بشه. پرهام یزید زمان. همون بیا یزید یه مواد دوتا فروش. آقای دن یه ذره به ما وصله هر. پرهام بیا وقت پخش کردن بدو. وایسا من یه ذره وصله بگیرم. یه ذره از هشت اینا بده.
آهان ترش نمیدونم چی یه دام برای سامرات بگیریم. بریم چی آشغال جمع آشغالا کنیم. جمع کنیم؟ نه با آشغالا برای من باگی، ول کن عمو. گرفتم یه کود دیر بگیر، گفت. کود. کود گرفتم دوتا. به هر کی که میبینیم میتونیم بدیم دیگه. آره نه الان بیا اینجا. به این نده، الان به این نده، این خیلی پیگیره این. یه دوتام به من بده منم برم. اوه عمو به منم یه دوتا بده. زود درا بدم. وای خودم میتونم اسموکینگ کنم یا علی. باورم. بیا اینجا بذار میخوای بهت بدم. بذاری اون تو؟ آره دیگه چیکار کنم، نمیشه دراب کرد که. خب من تا اینو اوکی کنی من اینو یه ذره گذاشتم. بکارم. باش یه چیز جدید آوردم برات، میخوای؟ تو باشه خود من عمو مواد آوردم. در خونه‌شو بزنم. آره یا حالا اینو باید یالا بکاری. حالا اینو سلام اینجوری با علیکم. ای و دبلیو تکون میخوری. حالا روشو میپوشونیم. خب یا آقا آبم یه مواد میگیریم. رو چند بدم پرهام؟ یه دونه رو حدودی نمیدونم مثلا این اوجی کش ارزشش کمه ولی خب حداقل مثلا 60 $70 رو باید بدی. 60 $70 میذارم داشت 30% احتمال خوشش بیاد. یا حالا برای اینکه کارون بگیره مجبوریم یه ذره مفت بدیم بره دیگه چیکار کنیم. آ 50 کنم کی به کیه. اما پرام هم یه چند تا برداره. آ 49% احتمال داره خوشش بیاد. وری نایس. خدا همین الان بهت میدم، اگه خوشت نمیاد میذارم اما بیا دهنت رو. اینجا. میگه من میتونم بهت یه چی پیشنهاد بدم. و این الان این زنه مثلا همچین چیزی که ما داریم و نمیخواد ولی خب اه، قبولش میکنه دیگه بالاخره. اینو چجوری من اینجوری میکردم. بابا اینا هیچ کدومشون مواد نمیخوام فرام. مواد 87% احتمال داره خوشش بیاد. دیگه به من یه تایم بده. آجی بذار دوباره به همین بیا آدم جدید پیدا کردیم برای مواد پواد. حالا میری تو قسمت پروداکت این چیزاتو اد میدی. ما چی داریم؟ اوجی کش داریم. اوجی کش آره. لیست فور سل. بیا آقا ما لیست کردیم که الان اوجی کش کسی خواست به ما یه ترش بگ بخر. ای بابا خریدم دیر گفتیم. پرام پلیس. اوه البته میتونی از دستت اینا رو قایم کنی. خب بگیریم. بخوای گیم رو تمام کنی باید مأموریتاش هم انجام بدی که بگذره. من کجا؟ کردم اینم. من کجا؟ و الان تازه خودمون این میتونی وقت چه شکلی نشون میده؟ یه دایره آبی. بعد شما میتونی که بری داخل این آشغالی. و الان این داخلش چی نیست، اینا داخلش وسیله است. میتونی اینا رو برداری کلی کنار هم بری آشغال. یارو باید این وسط باشه ولی نیستش فرهام. اصلا باید سرم. این آشغال پرت کردنش رو من خیلی دوست دارم. ردبوله. اوپن. عمو مواد نمیخوای؟ نه زر پول به دست بیاریم. $13. خب بریم میتونم ببین این ور شهر مواد خر خیلی هست به خاطر اینکه همیشه اکثر اینجا پلیس اینجا رو بسته. ما از اینجا میریم. یه دونه این بنده فرهام همه جا خدا. میدونه دیگه. هاو این بنده خدا سوپرمارکتی هست میتونم بهت یه چی بدم اش کنی. خب بذار ما ببینیم. فرهام تو این جایی که Let me try. اوه پلیس پس. پله رو بسته نه؟ یا نیو کاستومر آنلاک. به این بیشتر اوقات یه سری جاها رو میبنده اگه از اونجا بخوای رد شی غیر از اینکه بهت شک میکنه میگردتت. حالا بذار میگم میرم میشه اون ور. قایم بذار کرد وسیله سه تا منم چیز دارم ماریجوانا دارم. بذار برم داداشم اون ور. بذار
گروه سیت منطقه معلوم. اه تخم مرغ تخم داره. عجب گیم تخم عالی. مرغ تخم داره. آه. Hello I want to offer OG cash. خب میریم تو مسیج ها میگیم قطعا $45 نه بابا ارزون. نه چطوری عمو؟ قیمتش رو یه $10 میبرم بالا میگم 55. قبول نکرد. اشکال نه ارزونم دیگه نمیشه داد که. باش یه دونه تست کن ببین چه جوره. این اصل جنس ها. آشقا بیا نیو کاستومر. آره این یه چیز شبیه مافیاست اینی که باز کردی کی میدونی. این یارو این کیه؟ به این گنده گنده میخواد مثلا این دفعه میگه 8 میخوام. نه بابا. آره اینجا هم یکی انگار خودش از بالا پشت بود پرت کرد. من نمیتونم آشغال بردارم. دیدم که این لگو گوهو. درست میشه. پلیس پلیس پلیس. سانراد اوجی کش چند تا داری الان دستت؟ دو. یه دونه باش. بده من بریم به این آقا تحویل بدیم اینیم اول 3 تا اوجی کش میخواد. اینم گنگستره اگه فکر کنم اینو باز کردی دیگه. آره یارو میره اینجا. هم یه دونه پول درست میگه. آه. میگه 3 تا اوجی کش $130. میگم آقا تو $132 به من بده. اوکی تایم آقا میذاریم فردا صبح مورنینگ. اوکی باش بریم ببین تست کنیم چه جوری. اون بغل نیوکاستومر آه. اینجا رو پلیس الان بسته اینجوری بسته. میای چیکار میکنی مثلا میندازی از این بغل. راه سنبه مونده باید پیدا کنیم بیا دیگه. حالا که اینجا که تموم شد پلیس ها رو پیچوندی رفت ولی بالاخره خب سلام. تو دیگه قیافت میخوری دیگه ردی نمیره. نه من بتونم خواستم بفروشم نمیتونستم. بعضیا مثلا یه چیار مثلا هرام این اوجی یارو میخوام کشه بهش بفروشم قبول نمیکنی یه جوریه. یه قبول نمیکنه چیکارش کنی. این یارو میفته قیافش دنبالت میره به کیریه. پلیس مولیس میگه. خودش در این مواد میگه چشم باد کرده قرمز چشم ان شده. کدوم منطقه است ببینم تو کجایی تو. آه بچه شهر رو نمیدونم والا. یکی از چرخای ماشینه رو زدن زیرش آجر گذاشته. چی میگه بگو شبیه مثلا ساز آنلاین زندگی در که بعد ایرپور. آنلاین شه بود گوره بابات. اصلا بذار ببینم چی میگه ماموریت هم بیا آندرگراند کامپلیت یور فرست دیل. خسته نباش ماموریت هم اینه که ماموریت انجام بدی. keeping it fresh buy a trash bag from the hardware store. من خریدم باید دیرتر میخریدم. اینا رو آقا تو به ما این پول نگاه بده. شبیه ماریوه. حرام همون که فقط دوش دایره کشی و بریم کاستومرشون کنی. نه اونا کسایی هن که میتونی بهشون کاستوم بدی مثلا. خب مثلا یا 99% رشد کرده. نه اوکیشه. بده ما. سلام یارو پلیس دارم بهش مواد میفروشم what the fuck. چی دیگه موادی شدیم رفت دیگه. حالا این ماریجوانا رو اوجی کشا کازینو رو یکی بالا پارکینگ بذار برم میخرم. الان اوجی کش داریم 2 تا من میتونم پک کنم کلا. هر میخوام بفروشم دیگه نمیخرن. میخوام چیز کنم یه ایرور میده انگاری قرمز میشه. اونا ولش کن اونا نمیخورن. هنوز لولمون به اونا نمیخورن نرسیده لولمون به اونا نرسیده. نمیخورن. الان زوری میکنه تو حلقشون. میگه 2 تا اوجی کش میخوام $70. میگم سلام باشه بیچ. یس. میگم آقا فردا افترنون منتظر من باش اوکی. الان 2 تا آفر داریم که اینا رو تحویل بدیم.
اینا رو بذارم این تو، برم یه ذره چیز بگیرم، جعبه مبه، میگم جعبه پک. الان باید چیکار کنیم؟ باید صبح بشه بعد ببریم بفروشیم؟ در غیر این صورت نمیتونیم. نه دیگه، نگاه نوشته که 9 ساعت مونده که به اولی بدیم، 15 ساعت به دومی. وای دادا چه صداییه؟ در رو ما بست. هر گیم داره این گیمش ببینیم. چرا گیمش آقا تخم داره. اینم از ای روز اول بازی و قسمت اول بازی. آره. فردا قسمت یعنی دوم قسمت از دوم ادامه بازی. آره ادامه اینو میریم بعد ببینیم چی میشه دیگه. احتمالا یه سری گنگسترهای دیگه پیدا کنیم، چیزای بهشون جدید مواد بدیم. آره، آره چیزا آدمای احتمال جدید. داره مواد جدید پیدا کنیم. نمیدونم اما برام اگه اسپول نکنم. نه آقا ممنون میشم لایک و ساب بکنید. ممنونم میشم تا اینجا ویدیو هم نگاه کردید. آقا دستتون درد با نکنه، اجازه دمتون گرم. رفع فعلا تا ویدیوی زحمت بعدی. رفع رحمت رفع زحمت کنیم آقا. فعلا فعلا بای انشالله تا بای. ویدیو بعدی. بای بای.